سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه، ایام بکام باشه. خیلی خوش اومدید به چنل هشدارهای دارویی و پزشکی. تا حالا کسی بهت گفته که بدن آقایون یک نقطه خاص داره که با 2-3 دقیقه ماساژ دادنش میتونه همه چیز رو فعال کنه و تحت تاثیر قرار بده؟ آیا واقعیه یا واقعی نیستش و چرا پزشکان و اورولوژیست در موردش خیلی کمتر صحبت میکنن؟ تا آخر ویدیوی پزشکی و آموزشی امروز با من همراه شو که بریم ببینیم این نقطه واقعا چیه، کجا هستش و چرا بعضیا میگن با 2-3 دقیقه ماساژ میتونه فعال بشه و شواهد پزشکی که در پس این ماجرا وجود داره چیا هستش. قبل قرمز رو بزن، چنل سابسکرایب داشته باشیم. اصلا مهم رو بهت بگم قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، این که صرفاً تمامی ویدیوهای این چنل برای افزایش آگاهی شما نسبت به مسائل پزشکی، رویدادهای پزشکی و داروهای پزشکی هستش و به هیچ عنوان جایگزین پزشک، درمانهای پزشکی و معاینات بالینی رو نمیگیره. پس به این نکته خیلی دقت داشته باش. خب ببینیم که این نقطه واقعا کجا هستش. به زبان بسیار بسیار ساده بهت میگم، این وقت مردم میگن نقطه‌ای هست که با ماساژ دادن میتونه فعال بشه، اغلب دارن از یه غده صحبت میکنن به اسم غده پروستات که بسیار مهم هستش. یک غده خیلی کوچیکی هستش که دقیقاً زیر مثانه و جلوی رکتوم قرار داره و دور حالا مجرای ادرار رو گرفته. پس خیلی راحت فهمیدیم که دقیقاً در کجا قرار داره. به خاطر موقعیتش و تراکم میشه گفت عصب‌های اطرافش، وقتی که تحت تاثیر قرار میگیره میتونه یک حالت متفاوت‌تری رو در افراد به وجود بیاره. به خاطر همین هستش که خب در منابع پزشکی هم در خصوص موقعیتی که داره و نقشش تاکید زیادی میشه. خب حالا که اینها رو فهمیدیم، چرا به سراغ این مسئله که چرا بعضیا میگن 2-3 دقیقه زمان گذاشتن براش میتونه کافی باشه. زمانی که این نقطه تحت تاثیر قرار بگیره، تحت تاثیر درست قرار بگیره، میتونه پاسخ عصبی رو نسبتاً سریع و با فرکانس بالایی رو در فرد ایجاد کنه. اما 2-3 دقیقه یک عدد جادویی نمیتونه باشه، چون پاسخ هر فرد متفاوت هستش و میتونه عوامل مختلفی رو درگیر کنه، مثل تجربیاتش، مثل استرسی که داشته، وضعیت جسمیش یا وجود یا عدم وجود التهاب در این نقطه. خب حالا که این رو متوجه شدیم، بریم بخش بعدی رو بررسی کنیم که آیا حالا ماساژ این قسمت واقعا کارایی درمانی میتونه داشته باشه. قلب قرمز رو برای حمایت من و این چنل بزن، چنل رو هم سابسکرایب داشته باش. شواهد پزشکی و بالینی متعدد و محدودی وجود داره در این زمین. حقیقتا ببینید گزارش‌ها و مطالعات غیر رسمی و مقالات عمومی که در این زمینه وجود دارن میگه بسیاری از آقایون زمانی که این بخش حالا ماساژ داده میشه تجربه متفاوتی رو میتونن کسب کنن و داشته باشن. اما در بحث پزشکی خب یک سری ادبیات علمی کنترل شده‌ای برای این بحث وجود داره که خیلی کم و پراکنده هستش. خب منابع علمی عمومی میگن که حالا ممکنه باعث ارگاسم‌های متعدد بشه، اما هشدار هم دادن که حالا کیفیت شواهد بسیار بسیار متنوع هستش و هنوز تحقیقات پزشکی توی این مسئله کامل نشده و در حال ادامه هستش. از نظر درمانی اگر که بخوای بررسی بشه، ببینید ماساژ این بخش توی شرایط خاص، مثلا توی شرایطی که یک سری اشکالات و حالا مشکلاتی در پروستات وجود داره یا درد مزمن‌های لگنی وجود داره، به عنوان یک اقدام قدیمی گزارش شده که در برخی از بیماران باعث تسکین موقت دردهاشون هم شده. اما شواهد سیستماتیک و قوی‌تر استانداردها رو خیلی اندک دارن نشون میدن. یعنی توی برخی از موارد میتونه یک مشکلی رو حتی بدتر کنه و حتی باعث خطر عفونت هم بشه. پس باید خیلی دقت بشه به این بخشی که بسیار حساس هستش. بنابراین در موارد خاص منع هستش این کار و به هیچ عنوان نباید انجام بشه. مطالعات جدید هم
و مرورهای سیستماتیک هم که روی این بخش انجام شده گفته که باید محتاطانه این کار انجام بشه. پس ببینید تجربیات فردی متفاوته، بعضیا تجربه مثبتی رو دارن، برخی هم نه، تجربیاتشون منفی هستش و مناسب نیست. اما پزشکان معمولاً برای تجویز عمومی یا توصیه بدون ارزیابی شواهد کافی رو نمیبینن و توصیه نمیکنن. بریم سراغ بخش نکته آخر که میخوام بهت بگم این هستش که خب چرا برخی از پزشکان اورولوژیست کمتر در این مورد توضیح میدن؟ به خاطر کمبود آموزش رسمی در پزشکی در خصوص جنسیت و روش‌های درمانی. خب مطالعات کمتر انجام شده، بسیاری از دوره‌ها به صورت محدود انجام شده مربوط به یک سری مسائل خاص و پزشکان حالا اون تخصص کامل رو شاید برای مشاوره جزئیات که به صورت تکنیکی ندیدن و ندارن، محدودیت‌های وجود داره. مطالعات و مرورهای پزشکی نشون داده مردم اغلب مایل هستن در خصوص مسائل خاص جنسی صحبت کنن، اما پزشکان از مطرح کردنش امتناع دارن و اینکه حالا تجهیزات لازم رو ندارن و این کاملا درست هستش. مورد بعد حساسیت و خجالت زدگی افراد هستش که ممکنه باعث ناراحتیشون بشه. پزشکان معمولا نگران خب حریم بیمار هستن و این حریم بیمار به شدت اهمیت داره، در تمام نقاط دنیا اهمیت داره و باید حرفه‌ای با این مسئله برخورد بشه. پس بهتره کسایی که در این زمینه به هیچ عنوان تخصصی ندارن و به هیچ تحت هیچ شرایطی هم اظهار نظری را نداشته باشن. مسائل حقوقی که وجود داره، خب حتی در قالب اطلاعات ممکنه که در برخی از شرایط حساسیت زا باشه، پس باید ما کاملا واقف باشیم به این مسائل. در نتیجه خب پزشکان محترم ترجیح میدن در خصوص این مسائل حالا صحبتی نشه و خب ارجاع میدن به فیزیوتراپ هایی که در خصوص حالا بحث لگن دارن کار میکنن و شواهد علمی محدود و عدم وجود دستورالعمل‌های استاندارد هستش که وقتی مدارک علمی قطعی نباشه خب بهتر هستش که در موردش اصلا صحبتی نشه و خب محافظه‌کارانه تر هم در موردش برخورد میشه. پس باید خیلی توی این بحث ها مراقب جوانب مختلف باشیم، به خاطری که آموزش ها ناکافی هستن، مسائل مختلف حالا دستورالعملی وجود داره و کمبود شواهد پزشکی باعث شده که کمتر به این مسئله پرداخته بشه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو آموزشی و آگاهی دهنده یا پزشکی با من و تیم هشدارهای دارویی همراه